سری مرغای دریایی. اینجا یه مرغ دریایی دیگه هست، من طراحیشو انجام دادم، قاطی سنگاست. حالا من سنگ زیرشو اونقدر نکشیدم، ولی اگه چیز کنم شاید اینجاها یکی دوتا سنگ طراحیش اینجا همون روش قبل، چیز فرق خاصی نمیکنم. من از آبی استفاده میکنم برای زیرم. و دوباره من اینجا تو دوم این سرلیان بلو رو میبینم و همین چیزش نگاه میکنم، اینا جا داره که حتی شکم این پرنده بزرگترم بکنم. خورده نه خیلی. قهوه‌ای تیره بالا شروع کنم. خورده خیسیش به نظرم کمه، دوست داشتم درام بیشتر بگیم. همین با فاصله خیس میکنم، اجازه میدم که بیاد داخلش. تا هنوز قهوه‌ای رو که داریم خیسه، من هم نوک بالش رو تیره تر کنم. تقریبا همش رو با همون قلم شماره 2 انجام میدم، چون خیلی مهمه شبیه مرغ دریایی بشه. موضوع اصلی این نقاشی مرغ دریایی. همین وقت و دقت کافی روشون بگم. هم اینجا دوباره خوشت، من دوباره مقدار آبیلش میزنم، یه خورده رشتر دیگه خیلی. اون طرف هم اون یکی بالش یه مقدار روشن تره، چون روی بالشه. روی بالش یه مقدارم توسی تره، برای که توسی رو به دست بیارید میتونید نارنجی رو با بنفش مثلا قاطی کنید. اینجا من دارم سعی میکنم انجامش بدم. این رنگ توسی خوبه، نارنجی و بنفش آلترامارین به همون میده. باز مثل همون یکی من نوک بالتی و تیره تر برش میذارم.
از اینم توی تن میخوام نوکشم، نوکی بالشم توی تنم میتونم این قهوه توصیه رو من تا بدن اصلی مرغ دریاییمون ادامهش میدم. از این برم همینطور گفتم به نظرم تو طراحی شکم مرغ دریایی رو خودی کم گرفته بودم. بعد دوباره خیسش میکنم با آبی. یه مقدار سایه قهوه نارنجی توی این رنگ من هول میدم. نمیخوام یه نخ بشه، من همین رنگشو توش پخش میکنم. قشنگ بذار پخشه که اون ترامی که میخواه اینو بگیره، وگرنه خط میفته. قهوهش زیاد شد، یه ذره برش میدارم. و دور پاهاش قاعدتا قهوه‌ای خیلی تیره است. دیگه اضافه اینجا داره که من بعد از اینکه خوش شد برش میدارم، ولی غیر از اون فکر کنم این مرغ دریایی هم تمومه.